بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام، در این جلسه بنابراین داریم که قواعد و نکات درس اول عربی 12 که هم مورد استفاده بچهای ریاضی و تجربی هم مورد استفاده بچهای انسانیه با همدیگه مرور کنیم و تست هایی رو در این زمینه با همدیگه حل بکنیم. درس اول مربوط میشه به حروف مشبهة بالفعل و لای نفی جنس. حروف مشبهة بالفعل منظورمون این 6 حرف هستن: ان، کأن، لکن، لعل و لیت. این 6 حرف رو در زبان عربی میگن حروف مشبهة بالفعل که حالا دلیل اسم گذاریش چیه که اینا شبیه فعل هستن مورد بحث ما نخواهد بود. اما این 6 حرف اون چیزی که برای ما اولویت داره کاربردشون، در واقع دلیل کاربرد این حروف در زبان عربیه، یا ساده تر بگم ترجمه این 6 حرف هستش. حرف ان از باب تأکید استفاده میشه، به همون معنی همانا، بیگمان، قطعا. منتها یه سوالی مطرح هستش که این ان تأکید بر روی چی داره؟ من یک مثال معروفی برای شما بنویسم و اینجا با هم دیگه این رو بررسی کنیم. به عنوان مثال من میگم ان الله خالق کل شیء. الان در جمله ان الله خالق کل شیء تأکید روی الله؟ خیر. تأکید روی خالق؟ خیر. جمله ان الله خالق کل شیء تأکیدش بر روی خالق بودن الله، یعنی ساده بخوام بگم تأکیدش بر روی کل جمله است، تأکیدش بر روی نسبت این خبر به این مبتداست. الان تو این عبارت الله مبتدای ماست و خالق بودن خبر ماست. جمله‌ای که من نوشتم میخواد تأکید کنه بر خالق بودن خدا، نه روی تک تک اینها، روی نسبتی که بین اینها وجود داره میخواد تأکید کنه، میخواد روی کل جمله تأکید کنه. این کاربرد ان در زبان عربیه، تأکید بر روی کل جمله. اما حرف دوم حرف ان هستش. حرف ان معادل سازیش که میکنن حرف ربط میشه در زبان فارسی. این حرف ربطی که نوشتم معادلش در زبان فارسیه، وگرنه خود عربا که میگن حروف مشبهة بالفعل که همون معادل که هستش. مثال معروفی که شما زیاد شنیدید اشهد ان علی ولی الله. الان اشهد ان یعنی شهادت میدهم که علی علیه السلام ولی خداست. اینجا به معنی که شد. پس ان وظیفه‌اش ارتباط دوتا جمله است، نقش حرف که رو بازی میکنه. حرف سوم کأن هستش. کأن برای بیان مشابهت یا تشبیه. مثلا من میگم چی؟ میگم کأنهن الیاقوت و المرجان. میگه آنها، آن زنان بهشتی مانند یاقوت و مرجان هستند. ببینید ماننده. اینو میتونستم ترجمه کنم گویا آنها یاقوت و مرجان هستند. حالا یه دونه گویا اولش اضافه میکنم یا یه دونه ماننده سر خبر اضافه میکنم توی ترجمه. جفتش قابل قبوله. در هر حال داره تشبیه رو یا مشابهت رو نشون میده. میگم کأنک تعبان، گویا خسته ای. اینجا به معنی گویا یا مثل اینکه خسته ای. پس این مثاله که انهن الیاقوت و المرجان هم معناش کردم براتون، آنها مانند یاقوت و مرجان هستند. حرف چهارم حرف لاکنه هستش. لاکنه توی عربی میگن برای بیان استدراکه. حالا این سادهش چی میشه؟ همون ولی خودمون، لاکن یا ولی خودمون. توی تستا باید دقت کنید. اگر گفتش که برای تکمیل عبارت ما قبل یا رفع ابهام از جمله ما قبل کدوم حرف مناسبه، منظورش حرف لاکنه. پس لاکنه ولی فارسی ترجمه میشه، وظیفهش رفع ابهام از جمله قبلیه یا تکمیل معنای قبلیه. ممکنه جمله قبلی دو پهلو باشه، ابهامی رو ایجاد کنه. ما با بیان جمله‌ای که سرش لاکن نداره اون ابهام رو برطرف میکنیم. مثال ببینید، میگم من دیر رسیدم. خب حالا جمله بعدیش ببینید، من دیر رسیدم ولی استاد هنوز نیومده بود. خب یعنی با این که من دیر رسیدم استادم نیومده بود، مشکلی پیش از این جهتش نیومد. اون جمله دوم داره ابهام جمله اول رو برطرف میکنه. چرا؟ چون ممکنه جمله اول اینجوری تداعی کنه که مشکلی پیش اومده، من دیر رسیدم. میگم من دیر رسیدم ولی استاد خودش هنوز نیومده بود و این معناش میشه که من به درس مثلا رسیدم. اینجا لاکنه پس به معنای چی؟ ولیه.
حرف بعدی حرف لعله هستش، به معنای چه بسا، به معنای شاید. لعله اصطلاحا میگن برای بیان امیده، بیان رجاء. رجا به معنی امیدواری دیگه. خب یعنی کاری که گوینده امید به تحققش داره. این رو از حرف چی استفاده میکنه؟ لعله استفاده میکنه. پس به معنی امید است که یا شاید. و حرف آخر لیته هستش، برای بیان آرزوه، به معنی ای کاش. بیان آرزو یا تمنی هم بهش میگن توی تستا، حواستون باشه. پس این میشه لیته. اما این حروف مشبهه، تازه من معانیشو گفتم، توی تست چه نکاتی داره؟ با هم نکات رو یه مروری بکنیم. شما تست هاش همین نکات رو بلد باشید کفایت میکنه برای حلش. نکته اول، میتوان ان رو ترجمه ننمود. تو زبون عربی ان امروزه یه تکیه کلامه، لزوماً برای بیان تأکید نیست. بله شما توی آیات قرآن نگاه بکنید یا تو متون قدیمی نگاه بکنید، ان هدفش تأکید بوده. اما الان امروزه فقط برای یه سر صحبت باز کردن و شروع کردن جمله است. کما اینکه تو کتاب خودتون هم مثال‌های متعددی از ان می‌بینید که نیازی به ترجمهش نیست. مثلا نگاه کنید، میگم ان هذا السمک یعیش فی افریقیا. این ماهی در آفریقا زندگی می‌کند. اینجا دیگه لازم نیست بگم این ماهی بیشک در آفریقا زندگی می‌کند. خیلی نیازی به تأکید نیست. از جهت تستی توی تست‌های ترجمه کنکور اگر دیدید ان رو ترجمه نکرده، معادلی براش نیاورده، باهاش گزینه حذف نکنید. ممکنه طراح ان رو اونجا فقط برای شروع جمله استفاده کرده باشه و ترجمهش براش مهم نبوده باشه. پس این نکته اول تو تست‌های ترجمه. نکته دوم اینه که ان رو گهگداری میشه زیرا ترجمه کرد. این جاهاییه که بخواد علت ما قبل رو بیان کنه. مثلا ببینید، میگم لا یحزنک قولهم ان العزة لله. این ترجمهش چی میشه؟ میگه سخن اونها نباید تو رو ناراحت کنه. چرا؟ زیرا عزت از آن خداست. یا مثلا بعضی موقع سرش ف میاد، باز به همین معنی فإن، به معنی زیرا. مثلا نگاه کنیم، میگم لا تغضب فإن الغضب مفسدتون. اینا همه مثالای کتاب درسیتون دیدید. لا تغضب، خشمگین نشو، زیرا غضب مایه تباهیه. فإن الغضب مفسده، اینجا ان به معنی زیراه. پس اگر دیدید که ان رو به معنی زیرا، در واقع به معنی لأن اولا توی تستا خودش حروف مشبهه شمرده میشه، همون انه. ثانیا این لأن حواسمون جمعه که میتونه معادلش ان باشه، به معنی زیرا. پس اینو توی ذهنمون داشته باشیم از جهت معنا. چون بحث لأن پیش اومد، یه نکته رو بگم. این لأن یادتون باشه جار و مجرور نشمرید. لأن رو جار و مجرور نمیشمریم، به معنی برای اینکه یا زیرا، همون حروف مشبهه میشمریم. نکته سوم حرف انه، همون مثال اشهد ان علی ولی الله رو شما نگاه کنید. حواستون باشه انه در ابتدای عبارت به کار نمیره. منطقی هم هست، شما اول عبارت که استفاده نمی‌کنید که برای ارتباط دو جمله است. لذا انه جای کاربردش اول جمله نیست. اگر اول جمله رو جای خالی داد، هیچ وقت ما توش انه استفاده نمی‌کنیم. اینم نکته سوم. نکته چهارم، لعله چون بیان امیده، امکان تحققش از جمله‌ای که لیته داره بیشتره. لیته معمولا برای جملاتیه که دیگه امکان وقوعش دور از دسترسه یا محاله. اینجاها معمولا لیته استفاده میشه برای دور از دسترس. اونایی که امید هست اتفاق بیفته لعله. مثلا میگم لعلکم تعقلون، امید است که شما فکر کنید، تعقل کنید. اینجا یعنی امکان وقوع داره. لعلکم تشکرون، لعلکم تهتدون و الی آخر. اما اونجا که لیته معمولا دیگه امکان وقوعش دور از دسترس یا امکان نداره. مثل این آیه معروف یا لیتنی کنت ترابا، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر چی میگه؟ میگه ای کاش من خاک بودم، اصلا آفریده نمیشدم. خب این آیه داره ناظر به این حرفی که دیگه این امکان وقوع نداره. اون یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش خاک بودم، یادتون باشه امکان وقوعش دیگه امکان پذیر نیست. به این نکته هم دقت کنید، لیته رو با لعله توی تست ترجمه جای هم ترجمه نکنید. یعنی لعله رو ای کاش بگه غلطه، لیته رو هم اگه شاید بگه غلطه. لعله میشه شاید یا امید است که لیته میشه ای کاش، جای هم استفاده نمیشن. و در راستای همین لعله و لیته نکته 5 رو ببینیم با هم. نوشتم لیته و لعله
اگه با فعل مضارع بیان مضارع التزامی ترجمه میشن. البته این حالا نکته‌ایه که تو کتاب چاپ سال قبل بود، تو کتاب امسال حذفش کردن، ولی تو کتاب معلم دوباره همین رو تاکید کرده. ببینید من ساده با شما صحبت کنم. لیت و لعل بعدش ماضی اومد، ماضی بگید. یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش خاک بودم. کنت ماضیه، منم ماضی گفتم. نمیگه ای کاش خاک باشم. پس لیت و لعل بعدش رو نگاه کنید، ماضی اومد، ماضی بگید. یا لیتنی درستو، ای کاش درس خونده بودم. حالا من ماضی گفتم. درستو ماضی بود، منم ماضی گفتم. حالا اگه بعدش مضارع بود، مضارع بگید که خود به خود مضارعش التزامی میشه. یعنی وقتی من میگم لعلکم تشکرون، امید است که شما شاکر باشید، این شاکر باشید التزامی شد. لعلکم تهتدون، امید است که هدایت یابید، خود به خود التزامی شد. پس بعدش مضارع بود، مضارع میگیم، ماضی هم بود، ماضی میگیم. تو تستایی که میگه مضارع التزامی احیانا بشمرید، یکی از موارد کاربرد همینه. بعد از لعل فعل مضارع استفاده میکنن. و نکته آخرینه، آقا این حروف مشبهه رو، این 6 تا رو میتونم با چیزی اشتباه بگیرم؟ بله، ممکنه یکی ان رو با ان اشتباه بگیره، ان رو با ان اشتباه بگیره، لاکن رو با لاکن اشتباه بگیره، کان رو با کانه اشتباه بگیره، یا مثلا لعل رو با لغت لعل مروارید، اینا رو با هم اینطوری اشتباه بگیره. اینجا باید حواسمون جمع باشه که اولا حروف مشبهه از این 6 تا 5 تاش مشدده، ان کان لاکن لعل، این 5 تا مشددن با یه لیته. پس این تشدیدش مهمه، چون تشدید رو معمولا توی کنکور تایپ میکنه، تو آزمون‌های آزمایشی تایپ میکنه. لذا اگر تشدید داشت حروف مشبهه است، یعنی لعل، یعنی کانه، یعنی ان، لاکن، اینا هیچ کدوم تشدید ندارن. مثلا اگر من بنویسم که لاکن الظالمون مثلا فی ظلال بعید، الان عبارت لاکن الظالمون فی ظلال بعید، در این عبارت قطعا حروف مشبهه موجود نیست، یا لااقل در حد کتاب درسی و در حد کنکور شما حروف مشبهه موجود نیست. چرا؟ چون نوشته لاکن الظالمون، این لاکن تشدید نداره، درست همون معنی ولی رو میده، ولی حروف مشبهه نیست چون تشدید نداره. یا مثلا میگم چی؟ میگم ان هو الا وحی یوحی، فارغ از این که معنای آیه چی میگه، من حواسم جمعه که این ان اومده، ان نیومده، تشدید نداره، پس حروف مشبهه نیست. این نکته اول برای تشخیص حروف مشبهه. نکته دوم اینه که حروف مشبهه مطلقاً سر فعل به کار نمیرن. یعنی اگر سر فعل اومدن حتما یا جمله غلطه یا حروف مشبهه اصلا به کار نرفته. این رو حواسمون رو باید جمع کنیم. من برای شما مثال بنویسم ببینید. مثلا میگم ان یخلق الله کل شیء. آقا این عبارت وجود خارجی در زبان عربی نداره. چرا؟ چون ان حروف مشبهه سر فعل به کار رفته. حتما این عبارت غلطه، حتما این عبارت توش حروف مشبهه به کار بردنش ایراد داره. یعنی من اگه میخوام اینو تاکید بکنم باید بگم ان الله یخلق کل شیء، اجازه ندارم که حروف مشبهه رو سر فعل به کار ببرم. پس این عبارت نادرسته. یا نه، عبارت رو اینطوری برای من نوشته، جمله از خطبه سوم نهج البلاغه، لکن اسففت از اسفو. آقا این میتونه حروف مشبهه باشه؟ قطعا نه، قطعا این حروف مشبهه نمیتونه باشه، چون اگه این بخواد حروف مشبهه باشه نمیتونه سر فعل به کار بره. وقتی سر فعل به کار رفته میفهمم حروف مشبهه نیست. یا نه، باید به این شکل به کار بره، لکنی اسففت از اسفو، یعنی قبل از فعل باید یه ضمیری بیارم. پس این مشبهه نیست، اما این پایینی مشبهه است. چرا؟ چون سر ضمیر اومده، ایرادی نداره. اما بالایی قطعا حروف مشبهه نیست چون سر فعل اومده. این روش تشخیصه، چه تشخیصشو بذاره چه نذاره من میتونم تشخیص بدم از اینکه سر فعل اومده یا نه.
این چند تا نکته بود درباره حروف مشبهه که تستاش هم میشه با همین نکات به راحتی حلش کرد. اما بحث بعدی که توی درس اول اومده بحث لای نفی جنس هستش. لای نفی جنس نکاتی داره که با هم دیگه یه مروری میکنیم. اولا شما انواع لایی که بلد بودید از سالهای قبل، که لای متضاد نعمه به معنای نه، مثلا امروز درس میخونین نه، اینجا لا حرف جواب بهش میگن که الان مورد بحث من نیست. لای نفی و نهی هم باز مال سالهای گذشته است. نمیروم، نباید بروم، درس نخوان، اینها که در واقع نفی و نهی بودن، سر فعل مضارع می اومدن. سر فعل چی؟ مضارع. باز اونها هم مورد بحث من نیست، اونها رو توی پایه انشالله میتونید جداگونه مطالعه بکنید. اون چیزی که الان برای من مطرحه لای نفی جنسه. لای نفی جنس اولین ویژگیش اینه که فقط بر سر اسم به کار میره. فقط بر سر اسم، یعنی سر فعل مطلقاً نمیاد، یعنی سر جار و مجرور مطلقاً نمیاد. اگر لا بخواد لای نفی جنس باشه فقط سر اسم به کار میره، پس سر فعل و جار و مجرور اینا نمیاد. اما سر هر اسمی هم نه. خود اون اسم ویژگیشو باید دقت کنید. اسم بعد از اون نه الف و لام میگیره نه تنوین. یعنی اگر شما بعد از لا دیدید اسمی الف و لام داره یا تنوین داره، قطعا این لا لای نفی جنس نیست یا عبارت غلطه. مثال معروفی که تو ذهن هممون هستش، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ببینید این ولا الضالین، اون ضالینش الف و لام داره، درست؟ وقتی ضالین الف و لام داره پس این لا قطعا لای نفی جنس نیست. ببینید توی تست کنکور یا تست آزمایشی لزومی نداره شما متوجه بشید این چه جور لاییه، همین که میفهمید نفی جنس نیست کفایت میکنه. پس لای نفی جنس سر اسمی میاد که نه الف و لام داره نه تنوین. من همیشه اینو میگم شما لا اله الا الله که تو ذهنتون باشه، لا اله الا الله، تمام نکات لای نفی جنس الان تو این بود. ببینید اولا سر اسم اومده لا اله، ثانیا اسم بعدش الف لام نداره، ثالثا اسم بعدش تنوین نداره و به راحتی میتونید این رو با این مثال همه مثال ها رو تطبیق بدید. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا حول ولا قوة الا بالله. اینا همشون لای نفی جنسن. حالا لای نفی جنس چجور ترجمه میشه؟ تو ترجمه معادل هیچ نیسته. مثلا لا اله الا الله یعنی هیچ معبودی جز الله وجود نداره، هیچ معبودی وجود نداره. لا سیف الا ذوالفقار یعنی هیچ شمشیری جز ذوالفقار وجود نداره. مثلا مثال دیگه توی همین مثالی که الان براتون زدم، لا حول ولا قوة الا بالله، میگه هیچ نیرو و اراده‌ای وجود نداره مگه به اذن خداوند. پس به معنی هیچه، هیچ نیست که نوشتم منظور اینه که معمولا تو تستای ترجمه طراحا روی لغت هیچش حساسن. البته مثالایی داریم مثلا لابده که هیچ گریزی نیست، ما میگیم ناگزیر، تو فارسی اصطلاحا میگیم ناگزیر. ولی نوعا تو تستای ترجمه هیچش برای ما مهمه تا تفاوتش با لیسه مشخص بشه. چون اگه هیچشو نگید تو ترجمهش میشه مثل لیسه. این یه مقداری نفی شدیدتر از لیسه، تأکید بیشتری توش وجود داره نسبت به لیسه. این نکاتی بود درباره لای نفی جنس. اما یه نکته اضافی بگم محکم کاری. این نکته همینه که حروف مشبهتون بالفعل و لای نفی جنس چرا همشون رو توی یه درس آورده؟ چرا توی کتابای نحوی اینا رو پشت سر هم میگن؟ چه ارتباطی بین اینا هست؟ ویژگی مشترک همه اینا اینه. اولا همشون حرفن. ثانیاً بر سر جمله اسمیه وارد میشن. یعنی هر جمله‌ای که با لای نفی جنس یا حروف مشبهه شروع میشه حتما یه جمله اسمیه حساب میشه. تا اینجا قبول؟ مطلب آخر اینه که این حروف مشبهه و لای نفی جنس یه کار دیگه هم میکنن. مبتدا رو منصوب میکنن. مبتدا رو چیکار میکنن؟ منصوب. مثال ببینید. من اینجا نوشتم ان الله خالق کل شیء. الان تو این عبارت فرض کنید به شما بگه محله اعرابی‌ها رو بگید. الله الان اینجا دانش آموز سوادش اینه که بگه مبتدا، خالق سوادش اینه که بگه خبر. حالا اینکه این حالا اصطلاحش درسته یا نه، چون اصطلاحش خیلی درست نیست بگیم مبتدا خبر، بعد بگیم اسم ان خبر ان. ولی شما فرض کنید همون مبتدا و خبر. اون چیزی که الان مهمه اینه که الان اینجا مبتدا چی شده؟ منصوب شده. یعنی
حروف مشبهه و لای نفی جنس مبتدا رو منصوب میکنن. مثلا لا اله الا الله میبینید اله شده، لا سیف الا ذوالفقار، لا حول ولا قوت همشون چی دارن؟ فتحه دارن، دارن. پس حالا چرا بهش گفتم نکته اضافی؟ چون واقعش این تو درس یک کتاب ریاضی و تجربی برخلاف انسانی‌ها بیان نشده، ولی توی درس آخر، یعنی شما توی درس 4 رو که نگاه بکنید، تمرین 7مش اگر اشتباه نکنم فکر میکنم صفحه 64 باشه، یه تمرینی داده که محل اعرابی یه سری کلمات رو خواسته. اونجا حالا یا به اشتباه یا از روی قصد زیر اسم لای نفی جنس خط کشیده شده و گفته محل اعرابیش رو مشخص کنید. خب دانش آموز توی درس یک این رو نخونده. من محکم کاری این نکته رو گفتم. اونجا مثلا لا اله الا الله به اله نمیگیم مبتدا، میگیم اسم لای نفی جنس. به ان الله خالق کل شیء به الله نمیگیم مبتدا، میگیم اسم ان. به خالق نمیگیم خبر، میگیم خبر ان، خبر لکن، خبر کأن و الی آخر. این جنبندی کوتاهی بود از درس اول که انشالله حالا تست‌هاش رو هم با هم خواهیم دید. خب بریم سراغ تست‌های درس اول 12. تست اول میگه ای المضارع لیس معادلا للالتزامی الفارسی. کدوم معادل مضارع التزامی فارسی نیست؟ پس من باید یه فعل مضارعی پیدا کنم که سرش لیت و لعل نباشه، ان کی حتی و ل هم نباشه. ببینید لیت و لعل، ان کی حتی و ل فعل مضارع رو التزامی میکنن که لیت و لعل رو 12 خوندید، ان کی حتی و ل رو سال 11. گزینه 1 رو ببینید، امرنا که فعل ماضیه، هیچی. ان لا نقذب، سر فعل مضارع لا نقذب ان اومده، پس این مضارع التزامیه. اما فعل نقذب رو نگاه کنید، هیچ علامتی برای التزامی شدن نداره، پس جواب تست همین گزینه 1 خواهد بود، یعنی نقذب و فعل مضارعیه که معادل التزامی نیست. گزینه 2 لعل بعدش مضارع اومده، پس این میشه مضارع التزامی، فعل مضارع دیگه هم که نداره. گزینه 3 لیت داره با اسعدو که مضارع است، لیتنی اسعدو یعنی ای کاش من صعود کنم، پس این هم میشه مضارع التزامی. گزینه 4 لیت داره با نقرعو که مضارع است، نأخذ داره که با ل اومده، ل سر فعل مضارع اونم التزامیه، پس اینها همشون التزامی شدن بدون اینکه نیاز بشه شما گزینه ها رو ترجمه کنید. این میشه جواب گزینه 1. میرم تست 2. تست 2 گفته که کدوم درباره لای نفی جنس صحیح هستش. این تست سال 98 هستش که البته خب قواعدش تو کتاب درسی بحث نشده بود، یعنی این تست رو نباید توی کنکور سراسری مطرح میکرد، اما علی ای حال مطرح شده. گزینه 1 رو ببینید، نوشته لا حیاء و لا حیاء و عفاف و ادبونه که حالا این اشتباهی تایپیشه. ببینید این لا سر اسم اومده، گزینه 2 هم لا سر اسم اومده، گزینه 4 هم لا سر اسم اومده، اما گزینه 3 لا سر فعل اومده. پس گزینه 3 که کلا منتفیه، چون لای نفی جنس توش به کار نرفته. لای نفی جنس فقط سر اسمی اومد. 2 لای نفی جنس اسم بعدش هیچ وقت الف و لام و تنوین نمی گرفت، نکتهشو براتون گفتم. پس گزینه 1 حیاء غلطه، گزینه 2 هم عزت الف لام دار غلطه، پس جواب میشه 4. لا شعب لا اله مثل لا اله الا الله، پس جواب 4. تست 3 گفته کلمه ای رو پیدا کنید، کلمه که میگه حرف و اسم و فعل رو شامل میشه. کلمه ای پیدا کنید که جمله قبل از خودش رو تکمیل میکنه. توی حروف مشبهه من یادآوری کردم کدوم حرف کارش تکمیل جمله ما قبله؟ لاکن نه. پس دنبال لاکن نمیگردیم. این که ان نداره واسه تاکیده، این که ان نداره واسه ربطه، این که لاکن نداره جواب تسته، اینم که اصلا هیچ نکته‌ای نداره، یعنی نه لای نفی، نه حروف مشبهه‌ای داره که بخوایم بررسی کنیم، نه لای نفی جنسی، پس رفت کنار. پس این تکمیل جمله ما قبل میشه لاکن نه، جواب 3. تست 4 رو ببینید. عین ما لا نرجو وقوعه، معین کن اونی رو که امیدی به وقوعش نمیره. لا نرجو، ما امیدی به وقوع اون نداریم، یعنی تقریبا محال یا دور از دسترسه. که یادتون باشه من اینو یادآوری کردم، اونی که ما لا نرجو وقوعه همون لیته، شما دنبال لیته باید بگردید که امیدی به وقوعش نیست. این که لعله، این که کأنه، اینم که انه و لاکنه، اینا هیچ کدومشون لا نرجو وقوعه نیست. جواب گزینه 3 خواهد بود. لیت النجاح یتحقق فی حیاتک، میگه ای کاش موفقیت در زندگی تو
محقق شود. اینجا ای دقت کنید لیته امکان وقوعش کمرنگه، زیاد امیدی بهش نیست. پس لا نرجو وقوعه یعنی لیته. جواب میشه گزینه 3. تست پنجم گفته معین کن اون جزئی رو که داره روش تاکید میشه. گزینه 1 رو ببینید، ان الله علی کل شیء قدیر. گفته ان تاکیدش روی اللهه. خب این خیلی بی معناه، تاکیدش روی قدیر بودن اللهه. گفتم تو ان تاکید رو کل عبارت. گزینه 2 اهمنی من الحادثات حمایتا، که حالا اینو تو درس 4 انشالله شما خوندید و توی فیلم های آلا هم هستش. اهمنی حمایتا این مفعول مطلق تأکیدیه. مفعول مطلق روی فعل تأکید میکنه، نه روی ضمیر یه. یعنی چی روی ضمیر یه تأکید کنه؟ پس 2 هم بی ربط. گزینه 3 هم مثل گزینه 2 مفعول مطلق تأکیدی، تأکیدش باید رو فعل باشه، پس این هم غلطه. جواب میشه 4. ان تأکیدش رو چی بود؟ کل جمله. الجمله تو به اجمعها، یعنی کل جمله. پس جواب گزینه 4 خواهد بود. و تست 6 گفته کدوم با توجه به تأکید جمله درست ترجمه شده؟ ان الفخر للانسان الذي له عقل ثابت. میگه چی؟ فخر برای انسانی است که بیگمان داره عقل ثابت است. خب این خیلی غلطه دیگه. ان رو تأکیدش رو گذاشته روی جمله دوم، در حالی که این داره چی میگه؟ میگه بیگمان فخر یا افتخار برای همچین انسانیه. پس گزینه 1 حتما غلطه، چون تأکید ان رو جابجا کرده، برو تو جمله 2. 1 رد شد. میرم 2. ان وعاء العلم لا یضیق بكل ما جعل فیه. به طور قطع ظرف علم با هر آنچه در آن قرار داده شود تنگ نمی شود. خب این قشنگه. ان رو تاکیدش گذاشته روی کل جمله، همون ابتدا به کار برده. پس جواب 2 خواهد بود. 3 رو ببینید، ان الناس یمرون بجوار الاشجار التي ينتفعون بها. مردم از کنار درختانی که از آنها سود میبرند قطعا عبور میکنند. نه، قطعا مردم عبور میکنند از اینجا. این تاکید رو گذاشته روی فعل. تاکید روی فعل که میشه مفعول مطلق. اینجا تاکیدمون روی فعل نیست، لذا این قطعا عبور میکنند غلط. و گزینه 4 ان قصون بعض الاشجار تنکسر من ثقل وزن ثمارها. شاخه‌های برخی درختان از سنگینی وزن میوه‌اش بدون شک شکسته میشود. این هم دوباره تاکید گذاشته روی فعل که اینم مطلوب نیست. اگر بخواد تاکید روی فعل بشه باید از مفعول مطلق استفاده کنه طبق کتاب شما، نه از این ساختار. بریم سراغ تست 7. عین ما فیه النهی عن القیام بالعمل. تو کدوم گزینه از انجام کار، قیام بالعمل نه انجام کار، نهی کرده؟ کدوم حالت نهی داره؟ گزینه 1 لا نجاح، لا فوز. لا سر چی اومده؟ اسم. خب این که لای نفی جنسه، برای نهی از کار نیست. دوباره بلا جهد هم همینطور، این هم سر اسم اومده. پس گزینه 1 نمیتونه نهی باشه. 1 رد شد. میام گزینه دوم لا حیلت لنا الا التمسک بالعمل والالتزام بود. اینم دوباره سر اسم اومده، لا حیلت. لا سر اسم میشه لای نفی جنس، 2 هم رد شد. میرم سراغ گزینه 3 لا تبلغون باقوالکم آمالکم فإن الهمه دواؤکم. ببینید الان لا سر فعل مضارع اومده ولی نون فعل حذف نشده. نون فعل حذف نشده. میگه شما با حرفاتون با آرزوهاتون نمیرسید. این لای نفیه. وقتی تو فعل مضارع تغییری ایجاد نشه یا به معناش که توجه میکنیم این میفهمیم نفیه. پس 3 رد شد. جواب لابد 4. لا تغتروا بما لدیکم. میگه مغرور نشید به اون چیزی که نزد شماست. اینجا مغرور نشوید چیه؟ نهی از مغرور شدنه. پس این میشه جواب تست که نون لا تغترون حذف شده، لذا جواب تست گزینه 4. تست 8 عین الخطا فی استعمال الحروف المشبهه بالفعل. کدوم حرف مشبه بالفعل اشتباه استفاده شده؟ ببینید اشتباه استفاده شده معمولا برای تست شما 2 نکته است. اولا حروف مشبه سر فعل به کار نمیرن، ثانیا اول جمله ان به کار نمیره، چون شما بیش از این چیزی بلد نیستید. بریم ببینیم. گزینه 1 ان اول جمله است، بعدش هم اسم اومده، درست. گزینه 2 لکنکم به ضمیر چسبیده مثل لکنی، لکنه الی آخر، مشکل خاصی نباید داشته باشه. گزینه 4 هم کأن سر اسم اومده، مشکلی نیست.